السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، مرد شما نکنین. من دروغ نمیگم. موی سری کندگی شونه در سرمون نمونده. کلم کردن، همه را کندن گرفتن. نومرام 05 01 43 07 44 در عربستان سعودیم. نمیدونم ای خدا برو من نمیشوه. اینجا ملکی نیسته که ببروی فر بگردی. اینجا نه خیلی لقاب میپوشی محکم میکنیخته. مرده که بیگونه را نمیبینی. من ادرسی خونه را نمیدونم. من دروغ نمیگم. باورم کنین. من از زورم اومده. من در هیچ جا نرفتم. من 15 روز میشه و نمی تلفن ندادن. من پرسیدم که چه خیلی کنم. گفتن نمی خیلی بجق. اما جقیدم گپ زدم. دیگه شا نمیدونم چی گپ شدگیه. مرا گفتن یاردمت میکنی. کی در اینترنت پرتافته چه خیلی کده. من خیلی تلفن را سفر نمیرم. من خیلی تلفنی نمره کی را میفهمم. نوکی بلای امیز درستی دست ویدن یاره. من خیلی زنکی لقطه نیستم. باورم کنید. حقارت نکنید. من مادرم. گویا مرا گفتین اما آدمی حقارت میکنه که نمو آدم پدر و مادری خودشه به فکرم که حقارت میکنه و آدم ها مخته. فکر کنی پگه پادر مادر میشین. نزدری کسا نمیزنم درته. روزش میشه و فرزندت نمیگه تا درس خانت میگه. فهمیدی؟ حقارت نکنین. خیر کسی خوبی کنه بدی کنه به خود کنه. حقارت به زبان خودت میگوی. به مادر خودت میروه. به اهل بیت خودت میروه. هزار قلق شاعر گفت که آباد نکردی مرا ویران نکن تو مرا. ای دستت نمیآید گپی کته نزن. گپی بیهوده نزن. التماس عذاب دارم زورم. من به فریب اومدم. من 400 دلار خانه 3555 سوم روی میکنم. مرا گفتن 600 دلار اویلکته. مرا گفتن 3 ماه پس میگو دکات خبر میگیری. مرا به فریب روی کرد. به فهم خورد. من دختر بچه من گفتم بخوانونم. من گفتم مودم شوم. من روزی پستی من فکر کنم. ای گپا نگی. ای سخنه نزنی. بگیره نامه رو من 05 کدش 966 966 05 01 43 07 44 بگیره نامه رو من. زنگم بزنید. یک اطریف که عذاب من نشان تان میتون. پشیمون نشیدین ای حقارتون. چیزی میگیم بگید. وای بر حال طاقتی و گپای سختی زدگی. دیل خدا میدون. هزار قلق ای دستان نمی آوردم.